شروع کنم. با سلام و درود به همه بینندگان شبکه میهن تیوی. با اولین قسمت برنامه زورق ادبیات در آفای دو در خدمت ما هستیم. هدف این برنامه انعکاس صدای ادبیات ایران در خارج از کشوره. سوال اینه که این زورق به کدام سو میره و زورق نشینان این زورق چه کسانی هستن؟ شادی هستم. در این دوشنبه 9 اکتبر 2015 برابر با 13 مهر ماه مهمان خانه شما این هفته به معرفی کتاب آپارتمان شماره 55 از انتشارات نشر کتاب ارزان سوئد میپردازیم. این کتاب هست که شما در تصویر ملاحظه میکنید. بخشی از این کتاب را براتون میخونم. این بار نه ترسی بود، نه دلخوره‌ای، نه هراسی. جهان انگار از بالای سر ما میگذشت و ما تنها بودیم و عشق یعنی همین که تنها باشی و جهان از چهار سوی تنت بگذرد بیان که دلشوره‌ای در را باز کند. نویسنده این کتاب آقای مسعود امینی، متخلص به نیم روانشی، شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و پژوهشگر فرهنگی هستند که مهمان برنامه ما هستند. آقای روانشی خیلی خوش آمدید به برنامه ما. ممنونم. منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت بینندگان این برنامه و با سپاسگزارم که اجازه دادید که امشب در رابطه با این کتاب گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. من در خدمتتون هستم. آقای روانشی لطف کنید که خودتون رو برای بینندگانی که اقبال آشنایی با شما رو نداشتن معرفی بکنید. البته بیننده ها چیزی هم از دست ندادن خیلی، اما من مسعود امینی هستم که با نام روانشید کارام رو منتشر میکنم. سال هاست از سال 56 57 که نوجوان فکر کنم 10 11 ساله بودم کار نوشتن رو شروع کردم و از سال در واقع 1364 کار شعر رو خیلی جدی گرفتم. در واقع از سال 62 جدی گرفته بودم، ولی از سال 64 قضیه خیلی جدی‌تر شد و انتشار کارها در مطبوعات ایران مثل آدینه، دنیای سخن، چیستا و نشریات از این دست، گردون، تکاپو. سال 1369 نخستین کتاب من رو خانم پوران فرخزاد با نام با یار و آفتاب، مجموع شعری بود، منتشر کردن. سال 78 مجموع شعر دوم من به نام باران تمام این سالها منتشر شد و بعد از اون سال 79 مجموع مصاحبه های من، مجموع گفتگوهای من با شاعران نسل نو به نام با شاعران امروز منتشر شده. بیا برای زندگی اسمی انتخاب کنیم مجموع شعری هست که سال 81 منتشر شد با این توضیح که اسم این کتاب بیا برای عشق ورزی های من اسمی انتخاب کنیم بود که اداره ارشاد مخالفت کرد با این اسم و در کنار مخالفت با اسم کتاب 8 از شعرهای عاشقانه این مجموعه رو هم حذف کردند و یک کتابچه کوچکی به نام قلعه رودخان به زبان فارسی و انگلیسی که در رابطه با معرفی یک قلعه تاریخی در فومن هست برای توریستا من منتشر کردم سال 82. زندگی در بیجایی گفتگو با شاعر و نویسنده هیوا مسیح در سال 84 منتشر شد. غزل‌های سلیمان، شعر بلند عاشقانه، بازآفرینی من از تورات بود که در سال 84
84 اگر اشتباه نکنم 85 توسط نشر ویستار در ایران مجوز گرفت، اما به محض که چاپ شد در چاپخانه توقیف شد و یک سال و نیم کتاب توقیف بود. بعد اجازه یک بار پخش و یک بار در واقع همون یک بار چاپ و یک بار پخش شد دادن و این کتاب در واقع برای همیشه توقیف شد. آخرین کتابم که قانونی در ایران منتشر شد به نام روشنی‌های خاک بود، بازنویسی خاطرات جنگ ایران و عراق از یک سرهنگ در واقع که در دوران جنگ. در سال 91 آخرین کتابی که از من در ایران چاپ شد به نام خطابه در تاریکی بود، مجموعه شعری بود که در واقع غیر مجاز یا غیر قانونی منتشر شد و کتاب‌هایی که در واقع در سوئد در این 3 سالی که در سوئد زندگی میکنم منتشر شده 4 کتاب بوده تا امروز. خدا حافظ یادگارهای پنهان و در من زنی تنهاست، 2 مجموعه شعر در یک کتاب هست که در سال 2013 توسط نشر کتاب ارزان در استکهلم منتشر شده. کتاب به جای همه آنها که کم شدند مجموعه گفتگوهای من بود با هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در سالهای 88 و 89 که البته هیچ وقت مجوز چاپ نگرفت و اینجا توسط نشر کتاب ارزان در سال 2014 منتشر شد. آپارتمان شماره 55 همین کتابی که امشب قراره در رابطه با اون گفتگوی کوتاهی داشته باشیم، قصه ای هست که این هم در سال 2014 توسط نشر ارزان منتشر شد و آخرین کتابی که در سوئد از من منتشر شده کمی از موهایت همیشه بی‌پرواست، مجموعه شعرهای عاشقانه من هست که در سال 2014 دوبار در واقع تجدید چاپ شده. در این میان در واقع کتاب ها من 2-3 تا اثر در واقع صوتی هم دارم. شعرهای من به نام عشق ممنوع که یک CD بوده در سال 1384 منتشر شد، غیرقانونی البته دست به دست پخش شد. اگر لطف کنید ممکنه بر ما توضیح بدید که چه شد که به جز نگارش به سوی تولید اثر صوتی رفتید؟ من سالها در واقع دکلمه شعر رو دوست داشتم و همیشه معتقد بودم و معتقدم شاعری که نتونه شعر خودش رو درست دکلمه کنه به هر حال یه جای کار میلنگه و برای همین دوست داشتم با صدای خودم شعرها منتشر بشه و به همین خاطر سال 1384 این CD رو من منتشر کردم، عشق ممنوع، که در استودیو بل در تهران ضبط شد و فکر میکنم 85 هم یک متنی در واقع شاید دلنوشته یا متنی بود منتشر شد در یک CD به نام همیشه چیزهایی برای گفتن نگفته میمانند و آخرین در واقع متن صوتی که از من منتشر شد سال 1391 بود به نام ساعت قرار که مجموعه شعرهای عاشقانه در واقع عاشقانه اجتماعی یا سیاسی من بود. منظورم اینه که عاشقانه صرف نیست. ساعت قرار هم در سال 91 منتشر شد. این آثاری بود که به هر حال در توانم بوده و در این سالها منتشر کردم. خیلی ممنون از معرفی آثارتون و روند حرفه‌ای نگارش و نویسندگیتون. سوال دیگه که از شما داشتم این که اگر لطف کنید بیشتر به کتاب آپارتمان 55 بپردازیم، اینکه این کتاب رو کی نوشتید و یک معرفی کوتاهی از کتاب و
ناشر این کتاب برای بینندگان ما ارائه بدید. آپارتمان شماره 55 یک توضیح کوتاه داره و اون این که من عادت دارم عموماً در طول روز یادداشت‌هایی می‌نویسم، حسم رو، اتفاقاتی که افتاده یا در خلوت خودم یا کابوسی که دیدم یا به هر حال اتفاقاتی که در دور و برم میفته یادداشت برمی‌دارم. آپارتمان شماره 55 که در واقع یک قصه کوتاه هست، مجموعه‌ای از یادداشت‌های من در سالهای اخیر بوده که موضوع قصه در واقع نویسنده یکی گم میشه، در واقع شاید خیلی جمع و جور سربسته بگم سوژه قصه خودم هستم که در واقع یک دوره‌ای در ایران مجبور شدم، یا مجبور در واقع نه از نظر سیاسی، خودم خواستم به خلوت خودم در واقع پناه ببرم و دوری کردم. قصه یک نویسنده است و آپارتمان شماره 55 نواب هم وجود داره. توضیح دیگری که در رابطه با این قصه باید بدم اینه که تقریباً 80% این قصه واقعیه، به این صورت که تاریخ‌ها همه واقعی هستند در این قصه، اسم‌ها همه واقعی هستند با یک تغییر جزئی. یعنی اگر اسم یک آدمی که باید اسمشو می آوردم مسعود امینی بوده، من گذاشتم مثلا مسعود رضایی، یعنی یک تیکه از اسم واقعی وجود داره. ساعت‌هایی که در این کتاب نوشته شده واقعی هستن، به این دلیل که گفتم ترکیبی از یادداشت‌های من هست، یادداشت‌های اون نویسنده، و یک جور شاید یک قصه سورئال باشه، یعنی وقتی خواننده بخونه و چیزی که من متوجه نشدم به عنوان نویسنده این کتاب و دوستان منتقد در ایران که خونده بودن متوجه شدن و برام جالب بود، این بود که این قصه یک راوی نداره. یعنی من راوی نیستم، فکر میکنم 7 یا 8 تا راوی داره که خواننده شاید اولش کمی گیج بشه توی خوندن، بعد متوجه میشه نه این قسمتی که گفته شده ربطی به قسمت قبلی، یعنی به راوی قبلی نداره، این یک راوی دیگه است. و یه سوالی داشتم خدمت شما. الان گفتید که این منتقدان میگن سورئاله، درسته که گفتن سورئاله، اما مگر از زندگی رئال و واقعی شما نوشته نشده؟ علت این که رئال نیست این قصه و سورئاله چیه؟ خب این باید خونده بشه. من یه بخشایی هست که در واقع شاید توی زندگی طبیعی ما، برای شخص من، برای شخص شما در 4 دیوار خونه شما خیلی طبیعی باشه، اما برای کسی که از بیرون نگاه میکنه شاید طبیعی نیست. بله. من توی عکس ها دیدید احتمالاً در تهران به دیوار خونم عکسی گرافیکی یک زن بود و زیر این عکس یک جفت کفش زنانه آویزون بود. تقریبا برای خیلی عجیبه که هیچ کس کفش آویزون نمیکنه به دیوار اتاقش به عنوان خب این اون چیزاییه که در واقع شاید شکل سورئال بده به این قضیه و اتفاقاتیه که میفته در این کتاب که 2 بخشم هست. و من یه چیزی دیگه میخواستم بگم فراموش کردم. آپارتمان شماره 55 بخش اولش در واقع در زمان حال و گذشته در رفت آمده و شما در حین خوندن می‌بینید که حال بعد می‌بینید مال 20 سال قبل رو داره روایت میکنه، باز دوباره برمیگرده به حال. و بخش آخر این قصه در واقع سال 95 اتفاق میفته، یعنی سال آینده. الان ما 1394 هستیم و روزی که من این رو می نوشتم هیچ تصوری از اینکه یه روزی ممکنه از ایران خارج بشم، یه روزی ممکنه دیگه تو ایران نباشم نداشتم. ولی جالبه که بخش پایانی کتاب که سال 95 اتفاق میفته خارج از کتاب، در واقع
خارج از ایران، یعنی حداقل یادمه که تصور من این بود که در یک پارکی، در یک جای دنجی، در یک گوشه دنیا. و نمیدونم، من دوستش دارم این کتاب رو، چون یه بخشی از زندگی منه، واقعیت زندگی منه. آقای روانشید، سوالی که داشتم ازتون که کتاب آپارتمان 55 رو شما کی نوشتید و نوشتن این کتاب چقدر زمان بود؟ ببینید، استارت در واقع نوشتن این کتاب، یعنی چون دو بخش این کتاب، یکی بخش اول در واقع اردیبهشت 85 نوشته شد و فکر میکنم 3 روز زمان برد، وقتی گرفته نشد. و بخش دوم این کتاب در سال 86 اتفاق افتاد که اون هم تقریبا 3 روز، یعنی 9 برج 8/87 من شروع کردم و 11 برج 8 بخش دوم هم تموم شده. جمعا شاید این مجموعه اگر نگیم 10-15 سال یا شاید یک عمر، چون شما یه بخشایی رو میبینید که مثلا من 6 ساله هم داره روایت میشه. نوشتنش شاید یک هفته زمان بود، اما اتفاقها یک دوره مثلا 40 ساله رو داره. سوالی که مطرح هست این که شما چه شد که تصمیم گرفتید که این کتاب رو به نگارش در بیارید؟ انگیزتون از نوشتن این کتاب چی بوده؟ راستش نمیدونم، به این دلیل که مثل شعر برای من اتفاق افتاد. یعنی اینکه ما وقتی شعر می‌نویسیم تصمیم نمیگیریم که بشینیم شعر بنویسیم، یا برنامه ریزی نمی کنیم که خب از امروز بشینیم روی شعر کار کنیم، شعر بنویسیم. 55 هم به این صورت بود دقیقاً. توی کتاب رو شما حتما خوندید، یه جایی هست که اون سوژه اسمسی در واقع پیغامی به معشوق میده و میگه استارتی قصه تو رو زدم، در واقع قصه تو رو دارم شروع میکنم. این به شکل واقعی اتفاق افتاد و ساعت 3:30 صبح استارت این قصه زده شد و من شروع کردم به نوشتن. فکر میکنم خلوت و تنهایی‌های من در واقع علت اصلی نوشتن بود و اینکه یه جایی آدم احساس میکنه داره سرریز میکنه، باید یه جایی یک چیزایی رو از وجود بکنی و کنار بذاری، نه اینکه بیرون بریزی، در واقع کنده بشه از تو. من شاید اگر این منتشر نمیشد همیشه با دغدغه، با قصه این زندگی باید زندگی میکردم و خب چاپ این یه مقدار منو آسوده کرد، خود آرامم کرد. اگر ممکنه بگید که تحلیل یا توضیحی درباره شخصیت‌های این کتاب برای بینندگان عزیز ما در این برنامه، تعداد شخصیت‌ها رو لطف کنید بگید و یه تحلیل و خلاصه ای از کتاب برای بینندگان ما تعریف بکنید، بینندگانی که هنوز موفق نشدن که کتاب رو مطالعه بکنن. خیلی ممنون. در واقع این کتاب میتونم بگم یک شخصیت اصلی داره، یعنی راوی‌های مختلفی داره، اما شخصیت اصلی در واقع همون نویسنده‌ایه که گم میشه و همه این روایت‌ها حول معرفی اون نویسنده میچرخه. چه آنجایی که از 6 سالگیش میگن نشسته روی صندلی آرایشگر تا کچل کنه و وارد مدرسه بشه، چه لحظاتی که در واقع در همون تاریخ مثلا 82-83 اتفاق افتاده. و البته خب بله، مثلا حالا یک مأمور پلیس یا یک مأموری هم هست که تحقیق میکنه ببینه چه اتفاقی افتاده برای این نویسنده، چرا گم شده. اینها
شخصیت های اصلی نیستن، اینا حاشیه هستن که فقط کمک کنن که شخصیت اصلی معرفی بشه. و من خیلی مختصر در مورد این کتاب بگم، قصه نویسنده‌ایه که گم میشه و بعد از تحقیق زیاد و بررسی زیاد و چه به این نتیجه میرسن که نویسنده نه خودکشی کرده، نه کشتنش، نه فرار کرده، در همان آپارتمان شماره 55 داره زندگی میکنه، اما به درون خودش در واقع رجعت کرده و به این دلیله که ما نمیتونیم اونو ببینیم. و در نهایت اون کسی که مأمور تحقیق در این باره است طی یادداشتی به اداره به اصطلاح موافق خودش اعلام کنه که من هیچ دلیل موجه یا قانع کننده ای ندارم، اما معتقدم که این آدم در این آپارتمان شماره 55 همچنان داره زندگی میکنه، ولی به دلایلی ما نمیتونیم ببینیمش. هر وقت شرایط زندگی در بیرون از خودش دوباره مهیا شد شاید برگرده. کل قصه اینه، شاید همین بخش‌های به این شکل هست که قصه رو در واقع به نوعی سوال میکنه. این اتفاق برای همه ما میفته، گاهی در رو خودمون میبندیم، روزها، ماهها، شاید سالها ارتباطمون رو قطع میکنیم. خب این اتفاق برای من هم افتاد و به این شکل نمود پیدا کرد در این قصه. سوال دیگه ای که داشتم از خدمتتون این که کدوم یکی از بخش‌های این کتاب بیشتر مورد علاقه شما از بین فصل‌های مختلف کتاب، کدوم بخش را دوست دارید برای بینندگان ما از روش بخونید؟ من همون جوری که گفتم، چون این کتاب ترکیبی از یادداشت‌های من در روزها یا سالهای مختلفه، یادداشت‌های واقعی من، یعنی وقتی این یادداشت‌ها رو به این فکر نمی‌کنم که یه روزی می‌خوام اینا رو توی قصه به کار ببرم. به همین خاطر نمیتونم بگم کجاش برای من زیباتره. البته میتونم یه بخشی رو بخونم حتما و میخونم، اما اینکه کجای این قصه برای خودم دلنشین‌تره یا زیباتره، چون این زندگی منه. این من با بعضی از نوشته‌های این حالم بد شده. چرا حالتون بد شده؟ از داستان زندگیتون یا از شرایط؟ از همه چی. یعنی اینقدر این واقعی بوده که من نمیتونم نقطه شروع تا نقطه پایان و همونجوری که دیدید روی جلد خورده که این قصه واقعی است، درست مثل زندگی. این رو من به عمد نوشتم، اگرچه طبیعتاً 10-15%، 20% به خاطر حالا چه میدونم اصول قصه نویسی یا این قضایای فنی واقعی میتونه نباشه، اما کل این قصه واقعیه و فکر میکنم که این کتاب آپارتمان و مجموعه شعر غزل‌های سلیمان که در واقع عاشقانه بلندی است، این دو کتاب در واقع میتونه که من رو به خواننده من معرفی کنه، من واقعی رو. اجازه بدید من یک بخش خیلی کوتاهی از این یادداشت‌های اون نویسنده‌ای که گم شده بخونم. یادداشت شماره بفرمایید. یادداشت شماره 9 هست که به تاریخ 3 بهمن 1384 ساعت 3:10 بامداد در آپارتمان شماره 55 نوشته شده. رفتن به بهشت، دو پای عاشق، قلبی لرزان و مست، یک جفت نگاه مضطرب، لباسی معطر و مطبوع، صورتی پر از لبخند و مهر، کوله‌باری از آتش، عکسی 2 نفره، دست‌نوشته‌هایی به یادگار و تشنگی مدام می‌خواهد.
گذشتن از خویش را باید آموخته باشیم. رفتن به بهشت جنون میخواد، جنون جاری. داشته باش، همه اینها را داشته باش و با من بیا. این بخشی از در واقع یادداشت‌های روزانه اون نویسنده است که این کتاب اومده. سوالی که داشتم که شما در اول کتاب نوشتید که طرح و قصه‌ای برای فیلم نامه. آیا کسی تا به حال اعلام آمادگی کرده که بخواد فیلم نامه‌ای بر اساس این کتاب تهیه بکنه و فیلمی ساخته بشه؟ بله، من توضیح میدم. در ایران این قصه بخش اولش در یک از نشریات همون سال 85 منتشر شد و یک گروه 4-5 نفره دانشجوی کارگردانی سینما جوان بودن، از طریق مجله شماره منو گرفتن و توی دوره‌ای بود که من در تنهایی خودم زندگی میکردم و خیلی اصرار کردن که بیان و چون متوجه شده بودن که این قصه به نوعی واقعیه، اصرار کردن که بیان و از به اصطلاح دوستان فیلمبردار یا کارگردان از لوکیشن این در واقع قصه فیلم بگیرن. من نپذیرفتم و به هر حال حالا این اتفاق افتاد و این دوستان 2 روز آمدن خونه من و با این شرط که اخلالی در زندگی من ایجاد نکنن، یه گوشه‌ای باشن فقط آروم فیلمشون رو بگیرن. فیلم گرفتن و بعد هم رفتن دیگه پیداشون نشد، من نتونستم پیداشون کنم. 1-2 نفر دیگه از دوستان منتقد در ایران پیشنهاد داده بودن، من خیلی برام جدی نبود، تا اینکه اخیراً در سوئد هم دوست نازنینی آقای هوتن شیرازی پیشنهاد ساخت فیلمی از این قصه رو داد که احتمال داره که به زودی حالا یا روزی به هر حال حالا 4 ماه استارت این فیلم زده بشه. امیدوارم، دوست دارم که ساخته بشه. آیا بازیگر این فیلم هم خودتون خواهید بود و در این فیلم نقشی ایفا خواهید کرد یا نه؟ من پیشنهاد دادم به دوست عزیزمون آقای شیرازی که اگر خودم باشم، چون خودم این کتاب رو زندگی کردم، طبیعتاً خیلی واقعی تره و در واقع ما صحبتی که کردیم اینجوری بود که اگر بشه فیلم در واقع نیمه مستندی از این ساخته بشه با زیرنویس سوئدی در واقع حالا یا انگلیسی و نقش در واقع اون معشوقه این کتاب، اون زنی که همچنان پنهانه، اون نقش رو هم من گفتم اگر اجازه بدن، چون من میدونم که پشت این کتاب چه کسی هست، اون زن رو من انتخاب کنم اینجا و چون قرار نیست چهره ایشون مطلقا نشون داده بشه و احتمالاً یک حاله از در واقع استیل هیکل به اصطلاح و چهره یه جاهایی ممکنه خیلی کوتاه، شاید صحنه خیلی کوتاه نشون داده بشه. شاید من هنرپیشه نیستم و بلدم نیستم، شاید خودم این نقش رو بازی کنم، شاید هم کسی بود. سوالی که داشتم که آیا تا به حال کسی نقدی هم بر روی این کتاب نوشته یا نه؟ چون این برنامه و یکی از اهداف این برنامه ما این هست که از منتقدان هم دعوت بکنیم که در نقد و معرفی آثار ادبی خارج از کشور فعالیت داشته باشیم. بفرمایید. بله، یک تعدادی از دوستان، البته بیشتر نقدها شفاهی بوده، حالا شفاهی یا حضوری یا تلفنی یا ایمیل زدن دوستا یا توی همین تلگرام و اینها در واقع پیغام دادن، شاید مثلا صحبت کردن ولی به صورت شفاهی. اما تا اونجایی که اطلاع دارم در ایران آقای محمد هدایت، دوست شاعر و منتقدمون، نقدی روی این کتاب نوشتن که هنوز برای من نفرستادن. من پیغام دادم و خواهش کردم که این رو برای من بفرستن، دوست دارم ببینم چی نوشتن. در اینی که ایشون پیغام دادن و
پیشنهاد دادن که این کتاب رو صوتیش هم بکنید، در واقع بره جزو کتاب‌های صوتی، که حالا اگر بشه یا وقتی بشه پیشنهاد خوبی بود به نظرم، چون گفتن در ایران خیلی از دانشجوها، خیلی از کارمندها عموما در سفر هستن، این کتاب‌های صوتی رو راحت‌تر گوش میدن و ایشون خب نقد ظاهراً مفصلی هم روی این کتاب نوشتن، تاکید زیادی کردن. تنها چیزی که میدونم الان اینه، من هنوز اطلاعی ندارم که جایی نقدی نوشته شده یا نه. بله. سوال دیگه ای که داشتم که آیا در حاشیه این کتاب، گویا این کتاب خیلی واقعا پر حاشیه است، در حاشیه این کتاب اتفاق یا خاطره ای هم مثلا در زمان نشر یا بازتابی که از طرف خواننده ها به طرف شما اومده اتفاق افتاده که دوست داری در این برنامه مطرح بکنین؟ خواهش می‌کنم بفرمایید. خیلی زیاد، شاید خیلی زیاد، اینقدر زیاد که من باید مثلا بخشایی رو شاید بخونم. یکی از اتفاقاتی که افتاده بود و جالب بود با نمک بود شاید به نوعی، البته برای من اینا تلخه، یعنی یادآوری یک دوره از زندگی تلخ منه. من ماهشهر خبرنگار بودم، صبح شنبه میرفتم ماهشهر، عصر چهارشنبه برمیگشتم تهران و دوباره هم قرار بود که خونم رو عوض کنم تهران، و چون محل کارم ماهشهر بود وقت نبود جابجا کنم وسایل و فلان اینها رو. یکی از عزیزان من، یکی از اقوام کلید رو گرفت، گفت خب تا نیستی من میرم خونت رو جمع و جور کنم که خونه که پیدا کردی راحت بتونی اسباب کشی کنی. من یه روز که محل کار بودم دیدم زنگ زد، از خونه من زنگ زد، از تهران زنگ زد ماهشهر، و دستنوشته های منو، در واقع دستنوشته هایی که توی این کتاب خیلی هاش به کار رفته، یه گوشه‌ای من عادت داشتم می نوشتم رو کاغذ می ذاشتم یه گوشه‌ای، و بعد که قرار بود در واقع جابجا بشه خونم، اینا رو توی کیسه سیاهی ریخته بودم که بعدها توی یکی از شعرهام هم این اومد و دیدم این دوست یه حالت بغضی داره و با بغض داره میگه که از راه این نوشته ها میشه تو رو شناخت و میشه فهمید که در خلوت و تنهایی تو چی میگذره. خیلی برام جالب بود، من هیچ وقت به این فکر نکردم، چون من طبق یه عادت می نویسم همیشه. بله. شاید قلمرو این قصه رو اصلا شاید این دوست زد و در واقع جرقه‌ای که اومد تو ذهنم و بعدها اصراتش به این شکل خورده شده. اتفاق در واقع اصلی همون گروه فیلم برداری بودن که من نفهمیدم آخرش چی شد و کجا رفتن، هیچ خبری ازشون نشد، هیچ وقت این فیلمو ندیدم. من توی خونم از هر چیزی 2 تا بیشتر نبود، فنجان، بشقاب، قاشق، شمع، هر چیزی بود 2 تا بود و همه اینا توی این قصه اومده، همه اینا واقعیه و اونها براشون خب خیلی جالب بود. و کفشایی که به دیوار بود فکر میکنم اگر دیده بشه، بله در تصویر دیده میشه. و بله نمیدونم چی باید بگم. در زمان نشر چی شد که انتشارات نشر کتاب ارزان سوئد رو انتخاب کردید و راجع به این بخش اگر لطف کنید بیشتر توضیح بدید؟ چرا در ایران منتشر نشد؟ چرا در سوئد منتشر شد؟ خیلی ممنون اگه برای بینندگان ما بیشتر توضیح بدید. این عرض کردم خدمتتون در ایران بخش اولش توی یکی از مطبوعات چاپ شد. دقیقا چه مجله‌ای بود؟ چون اسم مجله رو نیاوردید فقط اشاره کردید که اگر اشتباه نکنم به نام سیمرغ فکر میکنم. بله. من متاسفانه از ایران که می اومدم چون اکثر این مجلات رو داشتم، حالا به هر حال آرشیوی داشتم و اینها نتونستم بیارم، ولی فکر میکنم سیمرغ بود
در مجله سیمرغ چاپ شد. و سوالتون رو من فراموش کردم خانم ثابت. گفتم که چه شد که این ناشر را انتخاب کردی برای؟ من وقتی آمدم سوئد سال 2012 خب به فکر بودم که یه سری کارام رو که در ایران نتونستم چاپ کنم، حالا یا خودم اقدام نکردم یا اقدام کردم و مجوز ندادن اینجا منتشر کنم. و طبیعتاً چون کارم نوشتنه، ماها عموماً وقتی وارد شهر میشیم، وارد جای جدید میشیم، اول دنبال کتاب فروشی ها میگردیم، دنبال ناشرها میگردیم. بعضی از دوستا سوال کردم و 2-3 تا ناشر رو در سوئد به من معرفی کردن. من 2 تاشون تماس گرفتم برای چاپ کتاب که خب حاصل گفتگوی ما جالب نبود، تا اینکه با نشر ارزان تماس تلفنی گرفتم و ایشون استقبال کردن از چاپ کتاب من. البته نه این کتاب، اولین کتابم خدا حافظه یادگارهای پنهان. و من یادمه که در یکی از روستاهای شمال سوئد در یک دهاتی به قول خودمون زندگی میکردم، برایشون فرستادم و فکر میکنم 20 روز 25 روز بعد کتاب چاپ شد و برای من فرستادن. برام خیلی جالب بود که ایشون هم خوشقولن، هم کتاب خیلی خوب چاپ کردن. و تا حالا من سالها در ایران کتابام چاپ شده، همیشه 1 سال 2 سال، حالا البته اونجا به خاطر مجوز بوده و اینها همیشه منتظر بودیم. و خب بعد که آمدم استکهلم خیلی بیشتر به هم نزدیک شدیم و من اصلا یک مدتی هم برای نشر ارزان کار کردم و همچنان هم خودم رو کارگر نشر ارزان میدونم، اگرچه چی میگن رسما دیگه چی میگن کارمند اونجا نیستم، ولی همیشه کارگر نشر ارزان خواهم بود، به این دلیل که فعالترین ناشرهایی بوده که من شناختم و خیلی بزرگی هم دارن ایشون برای ایرانی ها که بخوان کتاب تهیه کنن. و بعد از اون دیگه من تصمیم گرفتم با نشر ارزان کار کنم و کتاب‌های دیگر رو هم نشر ارزان منتشر کردم. کتاب‌های بعدی من رو هم البته اگر ایشون بپذیرن نشر ارزان منتشر خواهم. یک سوال دیگه از خدمتتون داشتم که طراحی روی جلد و طراحی پشت جلد آیا توسط خودتون انجام شده یا طراح داشتید؟ و اینکه این قطع کتاب در این قطع در آوردین آیا نظر خودتون بود یا نظر ناشر بود؟ خیلی ممنونم که به این سوالم پاسخ دادید. خواهش میکنم. نه این قطع رو من خودم پیشنهاد دادم به این دلیل که قطع در واقع پالتویی محسوب میشه، خیلی خوشدسته و قابل حمله. طراحی جلد رو هم البته من طراح نیستم، علاقمند به طراحی هستم و چون عکاس هستم و به نوعی معذرت میخوام خواهش میکنم نوعی با عکس و طرح سر کار دارم. دوست دارم خودم چون میدونم محتوای کتاب چیه، خودم در واقع کار طراحی جلد خودم رو انجام بدم. حتما البته مشورت میگیرم از دوستان صاحب نام و صاحب کار و این بله انجام دادم. پشت جلد که عکس در واقع دیوار خونه من در تهرانه، روی جلد رو هم همون نویسنده در واقع گم شده است که خودم هستم، نباید بگم ولی دیگه خودم هستم، پیدا شدم. یک سوالی دیگه که از خدمتتون داشتم که چه حرف ناگفته‌ای راجع به این کتاب مد نظرتون هست که با بینندگان ما مطرح کنیم، با توجه به اینکه ما الان در اواخر زمان برنامه‌مون هستیم؟ حرف ناگفته‌ای ندارم، باید کتاب خونده بشه. فقط تأکیدم بر اینه که دوستانی که این کتاب رو میخونن
به تاریخ ها، به ساعت هایی که نوشته شده، به اسم ها، به چیزهایی که شاید در دید اول خیلی مهم نباشه اما مهمه، با تاکید اینا رو آوردم دقت کنن. چون کتاب حجیمی نیست، در یک نشست 1 ساعته میشه خوندش. اینو در یک صفحات کتاب چند صفحه لطف کنید برای بینندگانمون بفرمایید. تقریبا حالا گذشته از یه سری تصویر که در کتاب هست، تقریبا 80 صفحه متنه، 80 صفحه پالتویی البته. و دوست دارم که در واقع نقد بشه کتاب به این دلیل، نه به معنای این که حالا خیلی از دوستان البته لطف میکنن، تماس میگیرن و تشویق میکنن آدمو یا تعریف میکنن اینها، خب ممنونم، ولی من نیاز به تعریف ندارم، نیاز به نقد شدن دارم تا بتونم خودم رو اصلاح کنم، نداشته هام رو ترمیم کنم، ندانستگی هام رو کمرنگتر کنم و دانستگی هام رو بیشتر کنم. اینه که از دوستانی که شفاهی هم در واقع نقد کردن خواهش میکنم که شفاهی کاری نکنید و مکتوب کنید. بله. به جز بحث نقد که مطرح کردید، آیا تمایل هم دارید که این کتاب ترجمه بشه به سوئدی، حالا چون شما الان در سوئد هستید، یا به زبانهای دیگه، انگلیسی، فرانسه یا به هر زبان دیگه ای؟ آیا کاری هم در این زمینه انجام شده؟ مترجمی با شما تماس گرفته در این زمینه یا نه تا به حال؟ طبیعتا دوست دارم ترجمه بشه این کتاب چون میخوام ببینم که بازتابش در واقع غیر از زبان فارسی در ادبیات اروپا چطور میتونه باشه و چگونه است. نه هنوز کسی پیشنهاد ترجمه نداده. البته خب نمیدونم مثلا برای کجاها ارسال شده، به دست کیا رسیده. دوست دارم حتما در وهله اول به این دلیل که در سوئد زندگی میکنم به سوئدی منتشر بشه این کتاب و انگلیسی که به هر حال زبان خیلی از کشورها هست و بین‌المللی هست و اینها. خودم متاسفانه زبانم خوب نیست، مطلقاً خوب نیست و فکر میکنم حالا خودم بتونم دست به همچی کاری بزنم. خب در هر صورت این برنامه یکی از باز هم در راستای اهدافش فراخوان دادن به مترجم ها هم هست که ما از مترجم ها دعوت میکنیم که با نویسنده ها یا شاعرها تماس بگیرن و این برنامه بستری در واقع باشه برای مترجم ها که آثار زبان فارسی رو هم در ادبیات اروپا معرفی بکنن. حالا انشاءالله شاید بعد از برنامه مترجمی با شما شاید تماس گرفت برای ترجمه این کتاب. یه سوال دیگه از خدمتتون داشتم، این که نحوه دسترسی و خرید هموطنان و همزبانان ما در خارج از کشور به این کتاب به چه صورت هست؟ دوستانی که بخوان کتاب رو تهیه کنن از دو راه میتونن به اصطلاح کتاب رو تهیه کنن. یکی تماس با کتاب فروشی و نشر ارزان در استکهلم سوئد که میتونن به سایت نشر ارزان مراجعه کنن. شما توی اینترنت بزنید arzan.com یا info@arzan.se میتونید تماس بگیرید. تلفناش هم نمیدونم لازم هست من تلفن؟ بله اگر لطف کنید یه شماره تماس هم بدید برای بینندگان عزیز. ناشر 2046 که کد سوئد هست. اجازه بدید من چشمام دیگه نمیبینه تقریبا. شماره 7049 26 924 شماره نشر ارزان هست که دوستان میتونن تماس بگیرن یا با خود من از طریق ایمیل یا فیسبوک. ایمیل من m_ravanshid@yahoo.com هست. توی فیسبوک هم به نام روانشید هستم.
به هر حال از این دو طریق میتونن تماس بگیرن و کتاب رو. آیا کتاب در سایت آمازون هم برای خرید قرار داده شده یا نه هنوز؟ اون رو من اطلاع ندارم و اطلاع ندارم. ناشر در جریان هستن، من نمیدونم. بله. یک سوال دیگه هم از خدمتتون داشتم که در این کتاب تعدادی عکس و در واقع شعر عکس وجود داره. شما یکی از شاعران و نویسنده ما هستی که زیاد به بحث شعر عکس میپردازید. دیدم خیلی زیاد که شعرهای خودتون رو روی عکسی مونتاژ میکنید و منتشر میکنیم. خواستم یه توضیحی هم راجع به این عکس‌های این کتاب اگر لطف کنید بفرمایید. خیلی ممنون. چی شد که در این قصه، در پایان قصه در واقع به شعر عکس هم پرداختید؟ ببینید در این قصه غیر از اون سوژه، اون نویسنده‌ای که در واقع گفتم خدمتتون گم میشه یا پنهان میشه در خودش، یک زن هم وجود داره که در حاله از ابهامه، یعنی همه دنبال اینن که ببینن این زن کیه. در واقع این عکس هایی که در کتاب اومده شعر تصویر همون زن هست. البته من این مقدار حالا گرافیکیش کردم، محوش کردم به دلایلی و این شعرها در واقع شاید به نوعی ادامه یا در کنار این قصه است برای این زن پنهان در قصه آپارتمان شماره 55. سوالی که هست این که آیا این زن در رئال و در واقع پنهان هست یا اینکه در سورئال پنهانه؟ آیا عملاً در زندگی شما این زن پنهانه یا شما در قصه پنهانش کردید؟ نه، این زن در قصه پنهانه به دلایلی. این زن وجود خارجی داره و داره زندگیشو میکنه در یک گوشه از دنیا. بله. و ایشون، من در ایران که بودم در یک دوره 7 ساله در واقع کمک‌های فکری و عاطفی و کمک‌های در واقع یاری هایی که به من میرسوندن منو سرپا نگه داشت در یک دوره‌ای و در این قصه ایشون حضور دارن. بله. من اگر وقت باشه بله وقت هست 5 دقیقه، بله 10 دقیقه وقت هست. کفش ها رو بگم، فکر کنم به شما گفتم خانم ساوجی، بد نیست. بله. حالا برای بینندگان برنامه بفرمایید. من مجرد بودم، یعنی مجرد شده بودم، تنها زندگی میکردم، میخواستم یک خونه ای رو اجاره کنم و هر جا میرفتیم خب توی تهران، الان رو نمیدونم ولی مثلا 10 سال به مرد مجرد خونه نمیدادم. من اومدم گفتم که به بنگاهی گفتم که من متأهلم، من زن دارم. گفت که خب باشه، شما یه خونه پیدا کردن برای منو، گفتن که شما روزی که میاد قرارداد ببندید با همسرتون میاد. حالا من مونده بودم که حالا همسر از کجا باید پیدا کنم با خودم بیارم. از همین دوست خواهش کردم که بیاد و حالا قصهش درازه که ما کارشناسایی برای ایشون درست کردیم که نشون میداد همسر منه مثلا، و خونه رو اجاره کردم و به بنگاه و به صاحبخونه گفتم که من نویسنده هستم، خونم کرجه، اینجا خانه اجاره کردم تا در خلوت بشینم و کار کنم، بنویسم. همسرم گاهی این سر میزنه و این خانم دوست من هر 2-3 روز یه بار نون و سبزی و نمیدونم مایحتاج خونه میخرید میآوردن خونه، طوری هم میومدن که همسایه ها ایشونو ببینن، یعنی که همسر من اومده. 1-2 ساعتی بودن و میرفتن. 1-2 ماهی که اینجوری گذشت مقدار یا دیگه به من اعتماد پیدا کردن، دیده بودن که خب آدم خطا و خلافی نیستم. این دوست من کفشاشو به من داد و گفت که بعضی روزا
بذار پشت در اتاقت، پشت در آپارتمانت، که همه فکر کنن که من اومدم. حالا اگرم نیومدم فکر کنن من اومدم. و من تا 3-4 ماهی این کفشا رو میذاشتم پشت در خونه. آیا همین کفشاییه که عکسش در کتاب هست؟ بله. و موسیقی رو توی خونه زیاد میکردم، یه موسیقی شاد که همه فکر کنن که حالا من با همسرم هستم، در حالی که خودم تنها بودم. و 5-6 ماهی طول کشید، 3-4 ماهی شاید، تا همسایه ها در واقع به من اعتماد کردن و من از نزدیک شناختن و دیگه نیاز به این بازی کفش نبود که من کفش رو بذارم دم در. و اتفاقا خیلی هم صمیمی شدیم با همسایه ها. من بعدها دلم نیامد این کفشا رو بندازم یا حتی بدم به اون دوست، و چون به نوعی منو نجات داده بود این کفشا، من و دوستشون داشتم، اینا رو زدم به دیوار زیر عکس خودشون که در خونه من. و قصه کفشا این بود و الانم این کفشا در تهرانه و نزد یکی از دوستانم هست. ازشون خواهش کردم که هر وقت اومدن اینجا برای من بیارنشون. بازم میخواید بزنیدش به دیوار کفشا رو یا میخواید پشت در بذارید؟ نه، بزنم به دیوار به این دلیل که بخشی از زندگی منه. بله. کفشا بخشی از زندگی منه. سایزش چنده میتونم بپرسم؟ فکر میکنم 38 یا 39 باشه. 38-39. بذارید خانم ساواجی من بفرم. چون فکر میکنم وقت تموم شده. بله. من چند خط از بخش پایانی، در واقع بخش قسمت اول پایان، در واقع قسمت اول رو بخونم. خواهش میکنم بفرمایید. عرض کردم این قصه تاریخ داره جا به جا. بخش آخر این قصه در تاریخ 15 فروردین 1395 اتفاق میفته، یعنی سال آینده. بله. چرا من این تاریخ زمان جلوتری؟ بفرمایید. و قصه همون نویسنده است و همون زنی که بله در این قصه از اون نویسنده همه جا به نام سوژه یاد هیچ کس اسمشو نمیگن، میگن سوژه. با این دید میخوام این بخش رو بخونم. مرد میگوید دارم به آپارتمان شماره 55 فکر میکنم. بوی خاک میشنوم. آپارتمان شماره 55 با آن پرده های زرد و نارنجی با بوی زندگی لابلای کوچه ها گم شد. گلم برویم دوباره زندگی کنیم. بلند میشوم که بروم. زن دست مرد را میگیرد. پارک خالی است. دست در دست هم آرام قدم میزنند. این عکس ملایم در پارک 10 سال است. زن میگوید راستی چرا اداره پلیس و آریا اسم سوژه را نپرسیدند؟ چرا در هیچ گزارشی اسمی از او برده نشد؟ هیچ کسی اسمش را نپرسید، اسمش را نبرد. مسعود راستی اسم سوژه چی بود؟ بخش اول با همین قسمت تموم میشه. مسعود راستی اسم سوژه چی بود؟ در واقع خواننده اینجا متوجه میشه که همه این قصه در واقع اتفاقاتیه که برای نویسنده، برای میم روانشید، در واقع میم روانشید واقعی افتاده. بله. خیلی ممنون آقای میم روانشید از اینکه قبول کردید و مهمان برنامه امروز ما بودید. از شما و بینندگان عزیزی که به این برنامه توجه کردن هم ما سپاسگزاری میکنیم. اولین قسمت برنامه زورق ادبی و در آب‌های دور رو به پایان میبریم با همراهی شما آقای میم روانشید مهمان برنامه و کتاب آپارتمان شماره 55. شب شما خوش باشه. به امید دیدار در برنامه‌های آینده که برنامه‌های ما دوشنبه ها ساعت 9 شب به وقت اروپای مرکزی هست و 22:30 به وقت ایران.
پاینده باشید. شب و روز شما خوش در هر کجای این کره خاکی که هستید. خداحافظ. منم از شما ممنونم خانم ساواجی و خسته نباشید، هم شما و هم این در واقع میهن تیوی. امیدوارم که این برنامه فرهنگی که در واقع راه اندازی شده بتونه ارتباط خواننده و نویسنده رو نزدیکتر کنه و خسته نباشید بهتون میگم. خیلی ممنون آقای روانشید. ما از همین جا در کنار آقای روانشید از همه شاعران، نویسندگان، مترجمان و اهالی ادبیات در خارج از کشور دعوت می‌کنیم که با ارسال آثارشون به شخص من یا میهن تیوی آمادگی خودشون رو برای شرکت در این برنامه و انعکاس صدای ادبیات ایران در خارج از کشور اعلام بکنن. خداحافظ شما. شب شما